شام بخیر دوستان عزیز. یک گپی بسیار مهمه فهمیدم، خواستم که اون با شما در میان گذارم، چون که مردم تاجیک بسیار مردم دلسوز است. وقتی که یگان چیز را پیدا میکند، یگان چیزی از راه مییابد یا اینکه میبیند که یگان کسی یگان چیزش گم کرده است، تیز دلش سوخته و نمیگیرد، میخواهد که به صاحبش برگرداند. لیکن در امریکا البته خوش قبول کرده می شود اگر شما یگان چیز یافتید و برگردانید به صاحبش. خب در امریکا اون چگونه باید صورت گیرد؟ نیویورک شهری کلان است، در اینجا اون صاحبش یافتن دشوار است. برای همین وقتی که یگان چیز پیدا شد اول میگن که بهترش اونا نرسید، چون که وقتی که شما به سرحد میآیید یا اینکه وقتی ویزا میگیرید، وقتی که جریان تهیه حجت‌های ایمیگراسیونیتون شروع میکنید، ایزی انگشتان شما رو میگیرند. با کدام خاطر؟ با اون خاطری که اگر یگان جنایت صادر شود و در اون یگان شخص دست داشته باشد، از ایزی انگشتانش پیدا میکنند که اون آدم کی بود. خب چنین تجربه در تاجیکستان هم هست. وقتی که من میدونستم که وقتی گرفتن شهادتنامه رانندگی یک مدت ایزی انگشتان آدم‌ها نمیگرفتند. خب اکنون در مسئله پیدا کردن تلفن، یک دوستم چند ساعت پیش تلفن آیفون یافته است، نمیدونیم با فکرم از کدام پاکستانی یا هندو بود، و تلفن نخواست است که در زمین گذارد رود، چون که امروز باز بارونی بود، هم میتونست ویران شود و فکر کرده است که شاید یگان نفری که گم کرد گشته زنگ میزند و اون دوستم تلفن برمیگرداند و به همین خاطر یک چند ساعت تلفن همراهش گردانده است. اما از بس که تلفن در رژیم بی صدا مانده شده بوده است، زنگ‌های تلفن نفهمیده است دوستم. برای همین قریب تا همین لحظه در کوچه گشته ایستاده بود که همین تلفن برگرداند. وقتی که من او رو واخوردم و از مسئله آگاه شدم، با او توصیه دادم که چون میدانم که وقتی آیفون شما پیدا میکنید، تلفن آیفون گیولوکاسیون تلفن معین میکند. مثلا ما دل صاف کتی یگان چیز پیدا میکنیم، میخوایم که به صاحبش برگردونیم و یک مدت با خودمون نگاه میداریم، اما شخصی که چیزش گم کرده است و حتما شبهه میکند که اونا دزدیدند. برای همین میتواند که به پلیس زنگ زند و پلیس علاقه توسط شرکت ها وقتی گیولوکاسیون تلفن معین میکند یا اینکه از دیگر آیفون گیولوکاسیون تلفن گم شده رو معین میکنند، میتوانند که به شما همچون دوست نگاه کنند یا شبهه کنند. ما تلفن به اداره تی موبایل بردیم، یعنی به خدمات خدمت رسانی تلفنی، و در آنجا به ما توصیه دادند که حتما از این تلفن خلاص شویم، چون که نفهمی های زیاد با وجود آمدنش ممکن است. تا اونی که پلیس معین میکند که شما اینو یافتید و ندزدیدید، میتواند که شخص حبس کند، به حبس گیرد برای دزدی. برای این اونا راه حل رو به ما نشان دادند. در استانسیه های مترو، در اون اتاقی که ناظری مترو می ایستد، MTA officer میگن، همون MTA officer باید تلفن قبول میکرده است و در پشت وی در همون اتاق کاریش یک خالطه کلان برای چیزهای گم شدگی علاقه معین شده است و طبق قاعده یک روز همین چیزی گم شده در همون سمکه می ایستاده است. اگر صاحبش پیدا نشود، بعدا اون را به بخش lost and find properties میسپردند، یعنی به بخش چیزهای گم شده میسپردند و بعدا پلیس معین میکند که اونا چگونه به صاحبش برگرداند یا اینکه به منشأ دولت اونا استفاده برند. خب دوستان عزیز، این تجربه بود که امروز ما از سر گذراندیم و شما را خواستیم که آگاه کنیم.